بسیر میری هستم، یکی از قصابان پلسار. صبح که 8 بجه میایند و قفسهای ما واز میکنم، مالای ما سر جایش میبرم، دان دکان ما پاک میکنم، مرغ تا میکنم از موتر مرغ تا کردم میرم پس اینجا حسابی میتم که چند دانه مرغ تا کردیم. 3 سال میشه دیگه کار میکنم، شکر فضل خدا یاد گرفتیم. 3 ماه اول روز سیر پا میداد، خیلی با کارم دستای ما زدیم، چیر کردیم دستای ما تا که کارم یاد گرفتیم. باز هفته 200 شد پیسیم، باز پش از اون روز 50 را پشد. حالا فعلا شکر خدا روز 1.5 را میتم که میشه که بچلیم یک خانه. تقریبا یک 3 سال میشه همراه این کار میکنم. ماشاءالله خوب یادم گرفته. حالا آرزوی من این است که در آینده در یک جای در یک مقام خوبتر برسه. صنف هفتم هستم دیگه. تلاش زحمت ما اینمی است که کاربار یاد بگیریم، به یک جای برسیم، درس ما را میخوانیم، در پلی درس ما کلپ ما را میدیم. در پهلوانی یک دفعه مسابقه دادم، یک دفعه باختم، یک دفعه بردم. در وزن 55 کیلو اول شدم. آرزوی من می است که هم کسب یاد بگیرم، هم درس ما بخوانم، هم به یک جای برسم، مدیر شوم، معلم شوم، یک چیز شوم.